برادر دیگر پرسیده است که السلام علیکم داملای عزیز، گوشت گاو، گوشت گوسفند اگر در مگزین ها گرفته استفاده بری حلال است؟ خب در صورتی که از مگزین گوشت های حلال که مخصوص تیار میکنند خب نباشد، چون که خب نه در همه جای روسیه گوشت هایی که خب برکه حلال دارند دسترس کرده می شود. خداوند همه من را جزای خیر دهد. برادر عزیز، این گوشت هایی که در مگزین ها می فروشند اینها همش حرام هستند. اگر شما در نظر داشته باشه اون آیتی را که خداوند گفته که یعنی طعام اهل کتاب برای شما حلال است، امروز اهل کتاب باقی نمانده است. گوشت های اینها را امروز مسکن میکشه. اهل کتاب وقتی که ذبح میکردن یعنی بسم الله میگفتن، به نام خدا میکشتن، اگرچه اونها اهل کتاب کافر کتابی هم بودن به نام خدا ذبح میکردن. امروز کافر کتابی باقی نمانده است، اینها همه مشرک هستند. اینها میگویند حضرت عیسی بچه خدا است، نعوذ بالله، حضرت مریم مادر خدا است میگویند. اینها را یعنی حکم کتابی کرده نمیشه. با این خاطر گوشتای مگزین های اینها همش حرام هستند. از اینها خوردن نادرست و معنی است. یعنی انسان نمیتواند که از مگزین های اینها این گوشت ها را گرفته و خورد، چون که اینها حرام هستند. اکثرا گوشت های مگزین های اینها را مسکمینت میکشه، یعنی اونها حرام هستند برادر عزیز.